مکتب ما همین تعیین شده است. الو. علی یکی تاغله چی شد؟ یکون چیز فهمیدی؟ چطور که تخمین کرده بودم. نپرس، میترسم که بسرم یگون بلا نآورد. یگون چاره میبینیم، از مکتب پیش میکنیم یا خودش برآمده میرود. مالا شکیف جان، تمام، بگاه میآیم، در سر می صحبت میکنیم. مالش. مرحمت مدیر، قهوه تا چون هر وقته، کم شکر و سرخ. سلامت باش نجیب خانم. چی شد؟ برای چی زیخ شده جانکم؟ الیک آمد؟ بخشش پدر، دیر کردم. نمیفهمی که دخترم تو بگو این پرونده ها باید همش حل شود. تشویش نکشید، همش رو حل میکنم. همش رو حل میکرده است. چیل حل میکرده باشد؟ رفیق مدیر، من با میدان مخش میروم، شما هم میآیید؟ البته میآیم. تیم ما اولین بار به فینال برآمد. نصیب باشد چمپیون شویم، کوبک را از دست رئیس بگیرم. این کم است مگر؟ بچه ها بد بازی نمیکنن، البته تیم رقیب قوت‌تر است، از تقدیر وابسته است. میبینیم کنی بچه ها چی کار میکنن. رفتیم. خوب شده است. تنفس بچه ها. آفرین. در بازی هم همین خیل بازی کنی شخصی تاریخی میشه. وای من نکن. از کجا من شخص تاریخی میشم؟ عجایب بازی دی. نغز بود. به هر نغز. سلامت باش. مرا مونیدو مسئله در خانه کورس تایر را چیکار کردی؟ والله پدری من نیت ندارد. هر دومون یک جای هیچ گروه نمیکند. پول رو بهوده صرف میکنی میگوید. برای درس ورزش شدم من 2 بار صرف کردم. پدری من هم پول ندارد. ما از اول باید دادیم. اکا با کورس را چی میشود؟ امتحان رو میگذاریم مگر؟ نه، ما کجا یا قهرمانی کجا؟ اوف، این قدر بد فکرت شما؟ بد فکری نه، حقیقت همین است. اوف، من چند بار گفتم که حیات و امتحان به دست نمی آید. ارتیست ها رو بینید 2 صحنه به نوار میگیرن، پول دنیا به دست میارن. میدونی چی؟ این هفته یک معلمی نو می آمد است. 40 تاش هم بیاید از این مکتب هیچ چیز نمی براید. معلمی عثمان با قفا نگاه نکرده گریخته بود. با یاد نداری؟ مدیر انیق معلمی نو رو به خودش مانند میکند. اوف، مانند نکند هم میشود. همشان یک خیر. درس دور کنید بچه، با عقل شوید بچه، قاعده ها رو رعایت کنید بچه، نکنید بچه، دیگر هیچ چیز نمیدونم. فرقش نیست جوانی و پیر، کاش که یگان کشلو باشد. بله. من چی گفتم؟ وای چی میکوبه در اینجا؟ حسن و امری مایلشو وایش کی باشد؟ نامش برق. تو از کجا میدونی؟ رفیق دوره کودکیم. چک کارت کردیتی من امروز او رو به محاسبات برو پرداخت کن. بعد از برآمدن میبرم. باز نپرتوی ها؟ جزایت رو میبینی. با چیکار اومده باشم؟ تو چی با این کنیزی میکنی ها؟ پسر رئیس پدرم است. چی کار کنم؟ تیم مراد یگان شخص ندارد. بازی رو از حاضر بریدگی هم. آن دختر کی است با مراد گپ میزند؟ انیق نمیدونم اما در بینشون چی گپی است. شد رفتیم. باز چی میخوایی؟ بازی رو میخواهم. چی؟ گپم رو شنیدی؟ بازی رو میخواهم. تو میفروشی بازی رو. نمیشود. خوابت رو با آب گود.
همین خیل میکنی. اینجا بسیار دلگیر کننده است ها؟ با تو بر اینها گپ نمیزنم. با نزدیکی گپ میزنی. بچه ها در وقتی بازی جدی باشه. تو ایستا مراد رو تماشا کن. ما کمتر کار داریم. فهمو دوستان. خرید کردن در کار. پول قرضی یخدان رو جدا کن. پگاه آخران روز باز فایز نبندم. جدا کردم. پول فقط به قرض ها می رود. به نزدیکی اختصار کارگران می شده است که انشالله مرا اختصار نمی کنند. خدا نشان ندهد این چی گپی گفتگید؟ اوف بچیم از عقب توپ دویده باز به درسایت بی‌پروایی نکنیم. احوال مرا بین. دوستم رو به زور کار میکنم. بیکار نمانم گفته تلخم میکفد. در وقتش کله را کار فرمانده نخواندیم. نتیجهش را دیده ایستاده. دادا فوتبال هم کسب است. ایستو از دیگرها فرق کنیم. انا بعد میبینی در دسته ملی بازی میکنم. دسته ملی کجا و ما کجا بچه؟ راست. این احوال رو بین. مراد درست میگوید. ما از اول همه رو از دست دادیم. شیرینکانم خواب کردن دخترم؟ حاضر خواب کردن. پدرت آمد؟ اومد است. در روز کشیده خواب است. خواب کند. از سحر یک چند کار دارم. آب را قاق نکرده پلش رو سپارم گویم. کلیدی ایلووگی آب در من است. در دکان شاگردها را مانده میبیام. تو خواطر نشو. مایلش خولای حسنیه. اوی تو گریه کردی؟ از روزی به دنیا اومدم این باری زندگی بر دوشم است. ای کلاورم، من به تو چند بار گفتم کار این طور نمی شود. یا پدرت را خانه دار میکنی یا کودکان را تنها نگاه میکنی. خدای حسنیه، غمی مادر کم بود که باز غمی پدر زم شد. این طور نگوی، همه یک خیل نیست. نمی شود. چند بار گویم کودکان را به خانه اینترنت بده. تو نگاه و بین کرده نمیتوانی، دولت میتواند. نمیتوانم خدای حسنیه، نمی شود. با این حال چیکار میکنی؟ چیکار کنم؟ تقدیرم همین بوده است. تو گفته های مرا باری دیگر فکر کن. سرسختی نکن. شبی خوش. با شما هم. میدونم دیر موندیم. این خیلی نگاه نکن. حاضر آیشه خواهرکم، 1 ساعت پس خالای حسنیه میوید. تو خوب کن. نخیز مایلش جونم. مایلش اپا دوش مولا من خواب میکنم. چی؟ هیچ چیز. احوالم خنده آور است؟ نه، برای چی باشد؟ یعنی خنده آور نیست؟ درس
ба ман ягон гуфтание дорӣ? не то мактаб равем. ман ба дарси аввал даромадан наметавонам. ба падарам хӯрок бурдан лозим. майлаш. мебахшед як дақиқа. падарамро ҷиғ намезанед? خوب شده است. استاد شما را میپرسم. монда набошед. падар ош шавад. خدا بر تو هم ذهن و ذکاوت دهد بچه. مراد اینجا بیا. چی میخواهی؟ سورپریز. بین در این کاغذ چی نوشتگی؟ محترم آدم چلیک، برای خدمت‌هایت تشکری زیاد. با سهم شما میرسونیم که شرطنامه کاری ما قطع کرده شد. این پدرم را میکشد. بسیار زیق شدم. لیکن حیات چی کار هم میکنی؟ پدرت امروز از کار پیش کرده میشود. کارهای ما نه از نیست. 20 نفر رو از کار پیش میکنیم. پدری تو رو نیست. برای پدرم فلاکت است. اصلا این فلاکت رو تو پیشگیری کرده میتوانی. چی خیر؟ پدری تو رو از روی خط برآورده روی خط رو در آنده میپرتایم. میشود؟ میتوانی؟ میتوانم، لیکن یک شرط هم هست. چی خیل شرط؟ بازی رو میفروشی، به دروازه‌تون گل سر بدی یا اینکه گل ها؟ هیچ گاه این کارو کرده نمیتوانم. نباشد مکتوب رو میدهم پدرت جلو پوستکش رو آیسته آیسته جمع کند. مایلش قبول. با پدرم نرس. دران اون مکتوب رو. مایلش تمام، لیکن به تو باور ندارم. با سخنهای دیگران باور کرده شاید از گپت گردی. برای مکتوب رو دراندن از تو کفالت گرفتن لازم. کفالت؟ چی خیل کفالت؟ برای پدرت میکنی. پدرت بیکار ماند دلکف میشود، خدا نشان ندهد. تا فرزند خوب هستی، فداکاری میکنی. کنی اینها رو پوش برای پدرت. از روز اول اینجا رو با مکانی مسکینان تبدیل دادید؟ کنی بسیم خانهایتان دارید؟ تیز! چی با من نگاه میکنی؟ معلم تیلا ندیه دوزی میرویم. باز گپ میگردانده؟ کنی تیلاق. نجمیه خانم تو هم این کارا به این روز گذاشتی. کنی تیز تازه کن. تازه کرده ایستادم. عصبی نشوید شما. این چی کاری کرده که تو آن نگرفتم دان پای افزالان رو؟ تازه اش میکنی دخترم. ناخوش شد. بزگرد میزنده؟ ها؟ چرا دقت نمیکنی خاله نجمی؟ همه کارتم میخواد شپر شپور. خفه نشو دختر جانم، میبخشی. رفتیم دستیم تازه میکنیم.
شور کفایه با من ده با من ده با من ده میگویم وای 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 تو باز عاشق هستی؟ نغز کانی رقمی آن دختر رو گرفته دعوتش کن. هیچگاه بازی نکرده ایستادم احمق. گفته هایم رو اجرا میکنی. نباشد حیات پدرت میسوزد. мурод ин чӣ аҳвол аст? аз мо чӣ мехоҳӣ? чаро ин корро мекунӣ? бо ман гап намезадӣ ку? ин корат чӣ маънӣ дорад? ту чӣ мехоҳӣ? чаро механдӣ? чаро механдӣ? ту гапро намефаҳмӣ? чӣ механдӣ? мурод! мурод исто! мурод ист! мурод исто охир! از این زندگی دیدم مردنم بهتر. این رزیل چرا این کارو کرد؟ مراد چرا اجازت دادی؟ پدرم رو از کار گرفته نیست. این خودش رو کی می‌حسابد؟ اینقدر آدمی رزیل از ما چی میخواهد؟ میخواهد که بازی را فروشم. چی؟ چیزی را که شنیدی. بیا خودت رو به دست گیر. بازی چای دستی وی نشو. بازی رو هم نفروش. حاضر به مکتب میرویم. رفتیم. با شما یه سورپریز دارم. با این نگاه کنید. واو اکا مراد را باب کردی کو؟ در حقیقت بوا بوده تو. اگر بعد از این گفته هایم را به اجرا نورد هدفش نرگس می شود. اصلا عکسای او را میگیرم در شکل میگیرم که به عقل هیچ کس راست نمیگیرد. از دست تو می آید. این بچه ها بین خودمون با هیچ کس نگویم. خوب شد. بعد میبینید. مایل از دوستان. ندارم. هیچ گپ نه. برای من حلاوت بخش بود. با این نگاه از این دیده مدل های نوش بهتر. من هم به نزدیکی میگیرم. شما رو به سیاحت میبرم اگر خواهید. با معلمه رشوه تکلیف میکنی؟ ببخشید معلمه باور کنید مثل طلبه من هم شما رو طلبه گمان کردم. باور کنید. ای برادر با خود بیا. با زیباترین دختری مکتبمان شناس شدی. دمتگیر احمق شدیم. قریب بود که گپ پرتایم لیکن از این زیبا صنم بهوده حواس نخور. این زیبا صنم به تو نمیرسد. بگو با کلوب راک میریم. یک گروهی نام میامده است. ای بیا ما نمون گروهی نوت رو چی میفهمی از همون ترقت رو؟ میرویم کمتر دمی بیغم میزنیم. خیر مایلا این گپی دیگر. این چی بالا؟ از جنگ اومده چی؟ هیچ گپ نیست. ای نرگیز چی خیلی هیچ گپ نیست. مراد رو بین کورتاش جینج وینج галстукаш кушода ба наҷибия хонум диҳед дарзмол кунад. муаллими камол онҳое ки либосҳояш дарзмол нашудааст ҷанг мекунад. фанатики дарзмол аст. дарзмол? дарзмол?
خدایا دستمال رو از بر جدا نکرده بودم. چی گپ شد؟ تینچی است؟ تینجی های ایستا یک دقیقه. خدا جان چیکار کنم؟ این رو میکوبی؟ ها همین رو. 20. خواهرم در آنجا. اینجا باش. وای بچم چی شد؟ وای آتش خاموش کنه کارا کردن. خواهرم در آنجا. خدا جان جانکم تو نشستی؟ خاطر نشو، خانه دو دولت بود. همش خوب میشود. اگر یکم فلاکت میشد من چی کار میکردم؟ شادی کن که با او هیچ چیز نشده است. دود کمتر شد، تنیزه ها رو باز کردن لازم. وای بچم تو کیستی؟ من معلمم. با تو یک چیز میگویم، همین خیل کودک باز یک تای دیگر هست. پدرشان مای زده میباشد. همین قدر میگویم که اینها را دولت نگاه و بین کند. این دختر راضی نمیشود. خیر تو که معلم باشی او یگان مصلحتی دیگر ده. تشکر به شما. اگر شما نمی بودید هیچ گپ نه. اکا جان التماس آنها رو سرده. اکا جان برو چطور کند. اکا جان آنها رو سرده. اکا آنها رو سرده. اینجا بیا التماس اکا جان آنها رو سرده. اکا جان آنها رو سرده. التماس اکا میبخشید شما رو هم از کار مانوندیم. نه هیچ گپ نه. دخترم این معلم تو نمیدونی؟ ای وای عذر، شما این معلمی نه؟ بله منم. بیایید رفتیم، از روز اول دیر نمانیم. خوابگاه است. از شما یک خواهش داشتم. از حجره 24 جزدان و لباسهای مرا به مکتبی که کار میکنم لطفاً فرستید. بله سراغه را میگویم. موفق باشید. خیر معلم. سلام. کابینت دیرکتر است. حمالهای انگیشکش از کی باز گلستوک میاندازند؟ من علی توغلو معلم نو ادبیات. همچون کاری علاوگی همش را انتخاب کردن از جانب علی در این زمان دیگر راه نیست. دیرکتر در اون طرف از کتی بپرسید نشان میدهد. تشکر عرض میکنم. سلامت باشید. هیچ گپ نه. این بر این جوان شکمپوش را کمک کردن برای ما افتخار است. شغل علاوگی تو باشد مسخره بازی. من چی گفتم که السلام علیکم.
من علی یگیتوغلو، معلم ادبیات. برای سر لباسم بخشش به یک حادثه سوختار روبرو شدم. سوختار از دیوار مکتب بیرون مسئله ما نیست و نباید باشد. یک آتش خرد نظر ناگیر شاید روز علنگه گرفته همه را سوزاند. خب وقتی سخنبازی نیست گفتنی هایم را به شما گویم و شما به درس روید. مکتبمان مشکلی های زیادی دارد. جناب علی، از خودتا قهرمان نتراشید. مشکلی ها را دوباره زیاد نکنید و وظیفه آموزگاری خود را اجرا کنید و از شما خواهش میکنم که به من دوباره یگان مشکلات ایجاد نکنید. اندیشه نکنید. مسئولیت وظیفه ام را من البته خوب میدونم. شاید، لیکن با این سر لباس به درس در آمدن نمیتوانید. علاج دیگر ندارم. تا آمدن لباس هایم همین طور به درس در آمدن میگیرم. با اجازت شما. بچه تیاری بیدید. بیاد تست تیاری بیدید. بیاد یک دانه گل دو دانه اناری میده دانه، 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 اناری میده. چرا ایستادید؟ بسیار نقص بود. آدمی عجیبی بود. اینه بینید. خدایا توبه. چی می نویسه؟ رفیقان، از بین شما کسی شیرین را دوست می‌دارد؟ من معلم ادبیاتم. نام و نسبم و رقم تلفن در اینجا نوشته شده است. استاد تلفظش هم مثل نوشته‌اش است؟ بله همین طور. استاد رقم تلفنت رو بیهوده نوشتی. صنف ما اونقدر خوب نیست ده. هر کی شیرین را دوست می‌دارد مرا ما تقسیم کنید. تقسیم چی شدی که ها؟ بیا. چرا دوتا میگیری؟ کارا چی؟ چقدر خواه میگیرم؟ چخیل کار من چی؟ رادم تگیر. ای بچه دختر به این هم ورزشگر است البته میدوه. میکشم تو رو میفهمی میکشم. رفیقان آرام شوید. خواهش میکنم در جای هایتان چینید. ای لیلو شیرینی خورده شیرین گپ زنیم لذت دهانمان بیرون نمی شود. هیچ گپ نیه. فکر نکنم که درباره خود گپ زدن آدابی خوب نیست. اگر درباره من یگان چیز دانستن خواهید پرسید. همینطور شناس میشویم. فوتبال بازی کرده میتوانید؟ یک وقت مربیگی کرده بودم. خوب معلم، موسیقی را چخیل میدانید؟ کدام موسیقی را گوش میکنید؟ موسیقی را نغز میبینم. یک چند سبک دارم. وقت یابم موسیقی های نغز گوش میکنم. اوه استاد این سر و لباستون چی معنی دارد؟ یگان طرزی نو کشف کرده. همین خیل. معلم شما زن داره؟ حالا نه. معلم بله مچیله است. نه بها گذاشتن میگیرم. مشکلی بها نمیکنید با من. با من این تبسم احمقانش نفورید. خب کن احمق و زیر میشونم. اگر سوال ها نباشد بیایید شناس میشویم. اگر این رسم رو با اینترنت پهن کنم بهای از همه بلند میگیرد. اول باید دسترسی صاحبش گردد. معلم سلام. سلام. روز اولی کاری چه بود؟ نغز بود. بسیار نغز گذاشت. ها خیلی خوب. معلم اگر وقتتون باشد
یک جای تیاری دسته مکتب رو برای مسابقه تماشا میکردیم. تیاری فوتبال؟ بله، مکتب ما با یک کلش مسابقه دارد. بچه ها در هیجانند. در حجتهایتان مربی بودنم رو دیدید؟ ها، برای تماشا می آید. مایلش، لیکن بسیار نمیستم. کارهایم بسیار، خانه کفتنم در کار. خوب مایلش، پس رفتیم. لبای؟ چی میگوید اما که جمال؟ تنجی؟ یگان خبری هست؟ ببخشید من باید یک جا روم. از آنجا برآمده در حال می آیم. ای با تو چی شد؟ چرا تو رو با بازی نمیپرتویی؟ مرده بر این ایستاده‌ای. پرتو حمایه‌گران جا با جا شود کنی. مراد با این بازیش ما رو شرمنده میکنه. راست میگویی. مراد رو بستم، اکنون گل‌های زده‌مون رو حساب میکنیم. ای بچه من یک بار دسته ما غالب باید؟ جوره دسته شما کجا و غالبیت کجا؟ شما فقط مغلوبید. آها دختر شاه پری ها آمد کو؟ دختر شاه پری ها نه، دختر دیرکتوری مکتب. عجب آدمی بوده ای. نگفته اون مناسبی تو نه. امروز مراد بسیار کرخت و این خیل نبود. همه وقت این خیل نباشد پس یگان سبب دارد. کنی سر کرده بفوی دلم. معلم معلم جون با شما چی شد؟ یک طرف استیشن رسد؟ معلم خود رو بدست گیر. چی شد؟ یگان بار تا این درجه درد کرده بود. علی جان، خوش آمدی علی جان پسرم. خوش باشید امکی جمال. باور کنید تمام شدن کارهایم را به ایست انتظار بودم. گذر پسرم، گذر. از استانبول کی آمدی؟ 2 روز شد. امروز پیش شما آمدنی بودم، لیکن وقتی شما زنگ زدید زودتر آمدم. چرا فهمیدی امکی جمال؟ چگونه خبر؟ دیروز با یک رفیقم که سابق مدیر بود واخوردم و مسئله تو را گفتم. رحمت با او که از پسش شد. دادران علی جان در همه جا در استانبول بودند، لیکن به کدام عائله داده شدند حالا نمیدانم. یگانه آرزوی امیدم دیدار آنهاست. در یک شهریم ولی جداییم. نخود که یگانه مسئله این باشد. دیگر چی هم شده میتواند؟ حضرت یعقوب علیه السلام از فرزندش یوسف جدا ماند؟ بله جدا ماند. از اذیت‌های کشیده فرزندش با خبر بود؟ وای پیغمبر است، البته با خبر بود. خوش. چی کار میکرد؟ صبر کرده انتظاری میکشید. هم صبر هم جمال، یعنی صبری جمیل او را تا به کجا میرساند علی بچم؟
بچه ها افتاد هم در مصر به پادشاهی میرسند. تو از کافتن دست مکش، لیکن همین را فراموش نکن. من طلب وجد. کسی که طلب و جهد کند البته مییابد. انشالله امک جمال، انشالله. انشالله. Апа, ишаро табаш баланд. Омадам, ҳозир мебинам. худо, ту дар обу оташ сӯхта истодаӣ. пул надорам, падарам нест, холаи ҳусния намешавад. аҳволаш бад. худо, чӣ кор кунам? وقتی از رفیقم یگان معلوماتی پره گرفتیم بعد کار را سر میکنیم. مایلش امک جمال، تشکر. علی جان در امان خدا باش. خداحافظ. لبای الو نرگیس، به این بیمار خوبتر نگاه کردن نکن. دکتر ایرادو چی شد نرگس؟ خواهرم амаки мелик табаш баланд шуд хавотир нашавед. палатаро тайёр кун. این دکتر را میشناسی؟ бале, падари ҷирони мо аст. فهمیدم. вақтҳои охир ба хоҳарам аҳамият дода натавонистам. барои ҳамин касал шуд. گریه نکن. همش خوب میشود. انشالله صحت میشود. охир бояд аҳамият медодам. تو که وقت نداری من میدونم، لیکن پدرت چی کار میکند؟ من حیرانم. падарам бекор аст. кораш фақат нӯшидану дар хона хоб кардан аст. дигари ҳеҷ кор намекунад. فهمو. پدرت را تنجی؟ تنجی. فهمو. میخوایی با پدرت صحبت کنم؟ фоида надорад. аз ду сар кори худашро мекунад. هیچ گپ نه، یک بار صحبت میکنیم. лабай. صورت ها رو گرفتی؟ نغز نگاه کن، به نزدیک آنها رو در اینترنت میبینیم. تو رقمی مرا از کجا یافتی؟ جوینده یا بنده است. خدا زنتو. خواهرم چی حال دارد؟ خاطر نشو نرگس. همش خوب است. بهترش به خانه رفته استراحت کنید. با او آرامی لازم است. خدا را شکر. ندارم. هیچ گپ نی. برای من افتخار است. به این نگار. از این دیده مدل های نوش بهتر. تو را در بهترین چارچوب گرفتن در کار. دادا. لبی.
мотори манро як модели наваш баромадааст. иваз кунем мешавад? تو موتورمانو به من جواب ده. چی شد؟ امروز به مکتب رفته بودی؟ رفتم. چی شد؟ شرم نداشته باز دروغ میگویی. از مکتب زنگ زدن پولی مکتب رو نیز دست سپرده ای. کجا کردی اون پول رو؟ کجا کردی؟ هیچ کجا نکردم دادا. سپردم. یگون خطا شدگیست. به من نگاه کن. چه خیلی خطا شدگیست؟ بازی راستش را گوی نباشد. چی کردم؟ میده میده میکنم. با مادرم لازم بوده است از من پرسید من دادم. در این خانه نام آن زنک را نمیگیری نگفته بودم. زیق نشوید پدر جان. اپم نرگس آیشه را با خود برد. شاید میشود نصیب باشد. شما رو پرستاری کردن نتوانستم. این خیلی نگوید. من شما را دوست میدارم. چه شد؟ احوالش چه خیلی است؟ بیا جانکم. خدا را شکر. چیزی مهمی نبوده است. شما؟ من معلم نرگس. ببخشید معلم جان، شما را نیز تشویش دادیم. استغفرالله، من هیچ کاری نکردم. یک کمی صحبت میکردیم. به حوله برای معلم. اما که دکتر رو کال کرد. او کال کرد. در کرد. یکی دل نکرد. نبودن زن مرا تماما محو کرد. بسیار جگرم سوخت. بسیار عذاب کشیدم. با 3 کودک تنها ماندم. از این درد خلاص نشدم. این بار رو کشیده نتوانستم. اکای یشر، مشکل ها آنقدر وزنی نیستن که ما از عهده‌اش نبراییم. اصلا برای هر یک درد دوایی هست. یعنی دوا از درد زیادتر است. راست میگوی معلم. به من روی آوردن از مشکل ها گریختن تن و روزهای سخت را دراز میکند و روزهای نقص هیچگاه نمیرسی. اگر در پشتتان بار ایستادن گیرد زیر بار پخش میشوید. حیرانم که چیکار کنم. حیران نشوید یشرکه. کاری میکردگی شما آسان است. اول عقلتان را از بلای عرق نوشی خلاص کرده، بعد به یگان کاری آسان در آمده به فرزندانتون پدری کنید. آخر من پدری کرده نمیتوانم. میتوانید. چرا نمیتوانستید؟ آدم اگر خواهد چیکارها نمیکند. خدا 3 فرزند دستور یک داده است. از این زیاد دیگر چی لازم؟ نه میدونم، اما پدری کرده نتوانستم. از این پس میشود انشالله. یک جهد کنید، دوامش نقض میشود. خیر، به من اجازت. گفته هایم را یک فکر کنید یشرکه. از شناسایی با شما خوشحالم. من هم معلم، من هم. خدا حافظ. معلم، با شما گپ دارم. معلم، این خیلی نمی شود. چی نمی شود؟ خالای حسنیه راست می گوید. دادر و خواهرم را به تربیه مکتب اینترنت باید دهیم. باوری داری؟ بله معلم، قرارم قطعی است. پدرم پروایی ندارد. کودکان در عذابند. میلش، من یک جای خوب میدونم. در آنجا برادرانت آسوده زندگی میکنند. منت دارم معلم. شما رو همین بگاه بسیار زحمت دادیم. هیچ گپ نیست، فقط که تو زیق نشو. شب خوش. شب خوش. نه همین قدر بد است. ای معلم، ما دسته فوتبال را با کی میسپاریم؟ با علی؟ شما چی ها میگویید معلم؟ علی حالا جوان است. فوتبال رو چی میفهمد؟ کردگی؟ میلش، من یک فکر کنم. میلش خوب، ساعت شوید. میلش خبر میدی هم البته. چی شد پدر؟ ای نپرس. معلم جمیل بیمارخانه برای تشخیص رفته بود. دکتر گفته است که 1 هفته باید طبابت گیرد. مسابقه چی می شود؟ جمیل گفت که معلم علی این کار را کرده میتواند. از او یک خواهش کنید. حاضر رفته میپرسم.
صبر کن. برای پرسیدم. صبر کن گفتم. سراسیمه نشو. چی خیلی سراسیمه پدر؟ جمیل اومده نمیتوانست است. بغیر از معلم علی کی رو میمونیم؟ چی از دیگر جو مربی میورید؟ در حال سراسیمه نشو. از حاضر این آدم رو به همه کارمان شریک کنیم. انا بعد میبینید که به همه کارمان دخالت کردن میگیرد. بعد چی میشود؟ بسیار واهمه نکنید. من با او گپ میزنم. از یک رویش نماند این دختر. کجا شد این معلم جمیل؟ ندانم. هیچ گاه دیر نمیکرد. بینم از تو فایده نیست. بالویم باز استاد جمیل. رفیقان بینید کی می آید. معلم جمیل. معلم شاید خطا شده است. معلم جمال کجاست؟ بچه ها معلمتان کمتر ناتاب شده است. آمده نمیتواند. و جای او من شما را به مسابقه تیار میکنم. همین خیلی. نگاه در کجا بوده است؟ ما تمام شدیم. تمام. درباره مربی بودنش گفته بود کو؟ گفته بود. بلا با پسش به من فر ندارد. همه روبرو نیم دوره شوید. اکنون به من نقص گوش کنید. بچه ها یگون وقت سهم تقدیر شنیده اید؟ معلم ما بر اینها به حصه و سند چیکار داریم؟ این دیگر سهم است. بینید کدامی از شما پیشتر میدونستیم که آینده یک جا میشویم؟ مثلا من نمیدونستم که با شما وام میخورم. این را چی فهمیم؟ همین خیلی که همه ما را یک نقشه دیگر، یک ذوق یک جای کرد. سرگذشتمان گوناگون است، لیکن به هر حال بازیگران یک دسته ایم. این را ما حکم تقدیر میگویم معلم. ما این را حکم تقدیر نه، سهم تقدیر میگوییم. یعنی یک قوه غیب است که همه ما را جمع ساخته است. معلم با بازی چه علاقه دارد؟ به اینجا آمدنمان در یک صنف در یک جا ذوق الهی است، لیکن از این پس یگانگی و وحدت رو تشکیل کردن از اراده ما وابستگی دارد. با فکر مربی فیلسوف بوده است. نه اینطور نه. چگونه معلم؟ یک با یک چند می شود؟ فلسفه، ماتماتیکا، کی نوبت فوتبال می شود معلم؟ سوال آسان است. یک با یک چند می شود؟ 2. اگر ما یک را پهلوی یک گذاریم 11 نمی شود مگر؟ نفهمیدم. 1 1 باز 1. اکنون چند شد؟ باز یک تای دیگر 1500. آفرین. 1 1 1 1. 11 تا 1 چند می شود؟ معلم ماتماتیکای ما اونقدر نقص نیست. انا وحدت و برابری همین است. تقدیر شما را یک جای کرد. اکنون شما باید یکدیگر را نقص قبول کرده دعا کنید. انا این را قوه اراده میگویم. منطق زور کو؟ بیایید در این برابری به همان کدام کاری که رسد از همان شروع کنیم.
یک دقیقه کم بی غیرت کن مراد. دیگر نمیتوانم، از دستم همین قدر میآید. نمیتوانم نه، نکرده ایستاده ای. میدونم لیکن نمیتوانم. نه مراد، از دستت می آمدگی را کن. تو اینجا چقدر که برای خودت باشی برای رفیقانت هم هستی. 11 تا. میدونم معلم لیکن چیزی رو نمیدونی. اگر تنها خودت رو فکر کنی 10 یکی دیگر رو پس میزنی. فهمیدی؟ لیکن معلم من گفتگیم رو گفتم. یا یکی از یکی میشوی که قیمت میلیون ها رو پس نمیزنی، یا یکی عادی میشوی، یا اینکه قهرمان میشم. میدونم. بچه ها مرز به آخی رسید. نرگس برای دادار خواهرت جای خوب یافتم. نه خود همین طور. تو این رو نخواسته بودی؟ خواسته بودم معلم. به من اهمیت ندهید. من کمتر به فکر فرو رفتم. البته میبریم. بگذار آنها آسوده شوند. من باید رفته جزدانم رو بیارم. محبت زیاد تز فراق میارد میگویند. تو چی دیوانه ای مگر؟ درست یافتی. گوش کن، از روی شنیدم ما رو فریب کرده. با گپی معلم داده شده بازی رو میبریم گفته ای؟ دروغ است. گفتم که بازی رو میفروشم. انا میخیل، لیکن فکری فریب کردن رو باز نکنی. مانده نباشید. اعلان رو دیدم برای بزنگ تلفن ها جواب دادن آدم در کار بوده است. مرحمت به درون دارید. یاشار با چشمانم باور نمیکنم. اکرم تو در همینجا کار میکنی؟ ها همینجا کار میکنم. بله ازگاهی که یک جای کار میکردیم مفلس شد. من به اینجا گذاشتم. تو در کجایی؟ تو این وقت چی کار میکردی؟ اکا بعد گپ میزنیم. اول درباره کار گپ زنیم برای تلفن ها را جواب دادن. برادر تو راننده کسبی هستی. چی خیل تلفن؟ بعد از حادثه های از سرم گذشته توبه کردم. دیگر سری چند برای ماشین نمیشینم. نباشد بیا رئیس که همینجاست گپ زنیم. گپ نمیزنم گفته بودی و با پای خودت آمدی؟ به خاطر مراد آمدم. او را به حالش گذار. بسیار دوستش میداری. کاری تو نباشد. یا اینکه عشق مراد به جواب ماند. چی؟ کدام عشق؟ البته تو از مکتوب عاشقانه او خبر نداری. همین خیل نه؟ برای مرا عذاب دادن دروغ میگویی؟ دروغ نه، راست. البته خبر نداری. این گپ ها رو مانو. آن صورت ها رو دوزه کن. مراد رو به حالش گذار. این مسابقه برای او بسیار ضرور است. میفهمی؟ مراد رو به حالش میگذارم، لیکن قیمتش رو تو میپردازی. میشود؟ کدام قیمت؟ بر جای عکس مراد عکس تو رو چون عکس زنانی در مجله های فحش بوده میگیرم. تو در حقیقت رزیل بوده ای.
یگانه راه نجاتی او همین است. عکسی تو رو چون عکس زنانی در مجله های فحش بوده میگیرم. یگانه راه نجاتی او همین است. جدایی از دادر و خواهر بس نبود که باز این برق به سرمون بلو شد. ایسته من هم کودک رو بزه کنم. بینیده با حسنیه خولت زنگ زنیده. Oradan ona verildi. اینش بهتر شد دخترم. پروا نکن، خدا نگاه میکند. مژدگانی ده دخترم، کار یافتم. نرگس دخترم چی شد؟ ببین کار یافتم، پیش پرداخت گرفتم، با کودکان لباس گرفتم. دیر موندی دادا، دیر موندی. خیلی دیر کردم. چی شد؟ دادر و خواهرم را روان کردم. دخترم چه میگویی؟ با کجا روان کردی؟ نگاه بین کردن نتوانستیم، کار و بار نداشتیم. من از اودهشان نمیبر آمدم. از معلم علی خواهش کردم، به یک جایی باوری ناکنها را روان کردم. این چه کاری کرده دخترم؟ چی کار کردی؟ چی هم میکردم؟ چی کار کردم میتوانستم؟ نرگس از معلم علی خواهش کن و کودکا رو برگرداند. دخترم من اکنون حیاتم را تغییر میدیم، به تو وعده میدیم همه‌تون را پرستاری میکنم، دیگر از شراب خبیث دست میکشم. دادا در حقیقت همه گفته هایت را میکنی. صبح خیر. صبح بخیر. تیار هستی؟ کمی دیر میمونم. تو رو دسته را منتظر نکنم. خوب نباشد تو سرشوی رسیده بیا. پروا نکن، در وقتش میرسم. دیروز به من زنگ زده بودی. از بس که تلفنم پول نداشت من نتوانستم زنگ زنم. یکم کاری مهم بود. نه هم تو زنگ زده بودم. بعدی بازی و میخوریم. تا بازدید. خدا نگهبان. این کردگی هایت بس نبود که باز کشتنی مرا. قاتل نیستم، پروا نکن، لیکن محقق صنعتکارم. همین رو هم کردی ها؟
ба худо пеш аз бозӣ майдонро бо инҳо ороиш дода нағз буду имрӯз вақти бозӣ инро фаромӯш насоз. لبای نرگس گوش میکنم. معلم التماس مرا جنگ نکنید. میفهمید من میخوام داده رو خواهرم رو برگردونم، یعنی به جایی که داده باشه تیز رفته بیاریم. یا دیر شد. خوب آرام شو. در کجای نرگس؟ انتظار شو، حاضر میآیم. خاموش. بر وقت آمدید. انتظار نبودم. درید. زیق نشو خواهر جون، پگاه میآید. معلمانان رفتن بچی کم نمیآیند. این خیلی نگه، اپا ما رو تنها نمیگذارد. آیشه، محمد انا دیدی آمد. اپا جانی من. اپا جان ما رو به خونه بر. مایلش میرویم. میرویم. حاضر میرویم. بسیار می‌ندارم امکی جمال. این طور نگو پسرم. این در همیشه برایت گشاده است. خدایا شمایید؟ چی؟ مگر شما با هم شناس هستید؟ با سوالهایتان بعدا جواب دهم میشود معلمان؟ دیر کرده ایستادیم. امروز روزی بازنیم بود. مایلش میشود. همیشه ظفرمند باشید. تشکر. خوش باشید. از در یتیم خانه بودنش به سر خواندم. باوریم نمی آید. این همان علیه که بسیار تعریفش میکردید. انشالله کودکان را میگیرم. انشالله. اگر یک بار دیگر عرق می با کودکان به اهمیتی میکنی، این دفعه به مقابلت من میبرایم. توبه کردم اپای حسنیت دیگر هیچگاه. اوی آمدن. اوی جانی خاله. ای خاله مرد برای شمانه. اوی من یاد کردم شمانه. مستقرکوی منه. گرفتت با من. گرفتم. انا حاضر. انا تشکر دخترم. نرگس من با ورزشگاه باید روم. بچه ها انتظارن. من هم نیم ساعت پس میویم معلم. خوب آنجا با میخوریم. شیرینکوی من، سلکوی من. بگاه خانه بیایید، چگلدک میپزیم. خوب میویم خاله حسنیه. خوب بچه ها کارو چطور؟ نغز خوب. برای یکدیگر دعا کردید؟ بله معلم. به چه نتیجه آمدید؟ قوه کمک رسانی رو فهمیدیم. این طرف باشد بازی رو ما میبریم. این طرفش سهم تقدیر است. با تقدیر تن میدهیم.
به همتون تشکر عرض میکنم. برد ما از همدیگر وابسته است، باقی از مهنت شما. خوب، مرحمت با میدان. خوش آمده جنابان، مرحمت کنید. مرحمت. معلم اینها کیان؟ راهبران کلوب نورسان بازیگر انتخاب میکنند، خصوصا مراد را میبینند چون که به دروازه‌بان احتیاج دارند. اینطور باشد این لحظه مهم است در حیات مراد. خودش این نبینه. این بازی را بین. این چه خیلی بازی. علی گفتی. من نگفتم سراسی من نشو. عاقبتش را بین. در نظر راهبران شرمنده شدیم. پدر این اولی بازی شکل آغاز شود همه کل انجام میابد. چی شد؟ چی کرد؟ دروازه‌بان نمیتواند براره دورا. اگر عوض کنیم بچه رو از دست میدیم. بازی رو از دست میدیم. بازی رو. من با تو گپ دارم. چی شد؟ عقل به سرت زد؟ برق تو وجدان نداری. بس کن این کارت رو. مکتب شما غالب نشود قیامت میشود مگر؟ مون مراد چه خیلی که میخواد همون خیلی بازی کند. میمونم لیکن شرطم رو میدونی. من همه خواهشایت رو اجرا میکنم لیکن تو هم گفته هایم رو اجرا میکنی. حیوانی رزیل. آرام شو لطفاً. مایلش قبول. لیکن من هم یک شرط دارم. چی بوده است؟ حاضر رفته به مراد میگویی که چه خیلی که خواهد همون خیلی بازی کند. خوب میگوییم. برای چی بازی رو میفروشی ها؟ تو دیوانه شدی مراد. چی میخوای فرصت رو از دست ده؟ ای وای دیوانه شدم آخر دیوانه. این چی خیل بازی؟
ҳамаш аз суол басаст эрраве бас кифоя бачаҳо ба ғайр аз мурод ҳама берун бароед мурод ту варзишгари хубе ҳастӣ бигӯ охир ба ту чӣ шуд гап зан агар ҳамин тавр давом диҳӣ худат обрӯи 10 касро мерезонӣ ва сабабгор фақат ту мешавӣ фақат ту охир гап зан чӣ сабаб шуд کیستان؟ برق بگو در کجاست؟ بچه رئیسی پدرم از من فروختن بازی رو طلب کرده پدرت رو از کار پیش میکنم کرد باز مرا صورت هم گرفت بچه؟ بعد آن صورتهای بد را پرترید کرد اگر بازی رو نفروشم همه جان رو میآویزم حتی حاضر همینجا مرا نظارت میکرد از روی گفتد در تریبون هست او را پیدا نکردم تو اینجا انتظار شو فریاد که کردم با حجره لباسی واسکونی میایی مایلش بازی رو باخته ایستادم باز چی میخوایی؟ هیچ چیز باوری واسیل کنم گفتم تا آخری بازی هر دو چشمم بالای توست اگر یگان خطا کنی تو رو هم میسوزانم پدرت رو هم و آن دختری دوست داشته‌ات را دختر جان با کجا می روی؟ کور دارم گوش کن نه چی سیره داره کانی سیرت رو با نجمیه خالا گوی نرگس کجا شد؟ کورتر و نیست لطفاً خود رو به دست گیر معلم نرگس نیست معلم میترسم که برق به او ضرر نرساند معلم التماس او را یابید آرام شو با هشتکی داور بازی رو دلیرانه شروع کنید تا میتوانی توپو رو ماهرانه بگیر فکرت رو جمع کن من نرگس رو میابم نجمه خانم نرگس رو ندیدید شما؟ دیدم چی خیل نبینم بیچاره گیریه کرده رفت چندی دیگر انتظاری کشم میکشی یا نمیکشی لباس
مور متهم. نرگس با تو چی شد؟ چیز نی معلم. دختر جونم در را پوشید و غمت داده. نه نجمیه خولا. آرام شو. بیا با ورزشگاه می رویم. بچه ها غیرت کنید. گل. دروغ محسوس هفتی. نگاه کن پسر من. بازی شکل دیگر گرفته؟ من روزهای نزدیک مراد را دیدن میخواهم. البته من میفرستم، شما تشویش نشوید. سلامت باشید. بچه جان نقص بازیدی. آفرین شعری و چشم. پدر یک چند می شود؟ 2 می شود پسرم؟ ندانستی دادا 11 می شود. خیلی 11 در خانه میفهمونم. ای خدا جونی هوچه چخیل بازیدم. اینجا آخلاس بگر یا پدرت را نمیبینی. خیریت خونه آمدنم رو فهمیدی ها؟ اصلا در خونه بودنم رو نمیفهمیدی و؟ این خیل تنامیز گب نزن. نباشد حاضی زیر پایم میکنمت. تو را به همان ناز نیبت دنیا تامین کردم. کرنمک تو هم مثل مادرت کرنمکی. به مادرم نرس، او از دستی تو رفت از این خانه. چرا از پشت من رفته بوده است؟ چون که حیات تو هم از پول و مال عبارت است. از آدمگری برآمده ای، با تو گپ زدن نمیخواهم دیگر. زبانت را میکنم. پولم نباشد با تاتسیکل هم سوار شده نمیتوانی. در کالج هم خوانده نمیتوانی. از گرسنگی میموری. بسیار خوب، مونت مورم. دیگر هیچ چیزت رو نمیخواهم. او چه مانند 2 روز پس خر بریم باز میگردی. اوچه در خانه‌ات برای من جای هست؟ این خانه ای تو. بیا خانه درو.
شنید بچه یعنی به خوشحالی همان خوشحالی زم شد. شناس شوید گروه خوابالودان. بخشش درس را ویران کردم. بس این پیش ما طلبه نو آمد. شناس میکنم. برک تیمور آقله. اوما